حکومت روسیه باج گمرکی از مواد نفتی صادراتی به تاجیکستان را موقتا لغو کرده است. در تاجیکستان امیدوارند که بعد از این قیمت بنزین و سلرکه و دیگر مواد سوخت پایین می رود. حالا قیمت 1 لیتر بنزین در تاجیکستان تقریبا 6.5 سومانی است و شاید سر از ماه دکمبر قیمت آن تا 5 سومانی ارزان شود. روسیه در عوض تمدید حضور پایگاه نظامیش در تاجیکستان عهد داده بود که مواد سوخت نفتی را به کشور ارزان تر خواهد فروخت. مقامات تاجیکستان به آسیب دیدگان زمین لرزه در روستای ارباب دره در ناحیه وحدت خیمه و مواد غذایی کمک کردند. زمین لرزه های روزهای 10 و 11 نوامبر 10 نفر را در روستای مذکور به خانمان کرد. مقامات ناحیه وحدت میگویند کارها برای رفع عاقبت های فلاکت طبیعی و کمک به آسیب دیدگان را ادامه میدهند. زمین لرزه بیشتر از 5 درجه‌ای در ناحیه وحدت در مجموع به 360 خانواده ضرر رسانیده است. در تعدادی از دانشگاه‌های تاجیکستان سر از همین سال تحصیل در کافدرهای نظامی برای همه پسران دانشجو حتمی شده است. تا چند سال پیش فقط دانشجویان فعال را به تحصیل در کافدرهای نظامی راه می‌دادند، اما از امسال همه دانشجویان اگر بیماری جدی نداشته باشند می‌توانند با تحصیل علوم نظامی صاحب رتبه افسری شوند. دانشجویان بعد از تحصیل از خدمت در صف ارتش تاجیکستان آزاد می‌شوند و از این رو به گفته بعضی‌ها جریان قبول به کافدرهای نظامی دانشگاه‌ها به رشوه‌خواری آلوده شده است. گروه مسلح شهروندان افغانستان یک ساکن 20 ساله ناحیه مرزی شوراباد تاجیکستان را گروگان گرفتند. به گفته ساکنان روستای زردالوک، گروه مسلح 10 نفره شب 10 و 11 نوامبر عالم صحبت ساکن 20 ساله روستا را ربوده به افغانستان بردند و تا حال از او درکی نیست. سبب ربودن جوان تاجیک معلوم نیست، اما در گذشته قاچاقبران بعضی از ساکنان ناحیه شوراباد را برای دست داشتنشان به قاچاق مواد مخدر ربوده بودند. مقامات تاجیکستان میگویند 16% زندانیان سابق بعد از رهایی دوباره جنایت میکنند و باز به زندان میافتند. در کشور برنامه‌های خاصی برای بازگشت زندانیان سابق به زندگی معمولی و تامین آنها با جای کار وجود دارد، اما پیدا کردن شغل و آغاز زندگی نو به همه زندانیان به آسانی میسر نمی شود. یکی از آنها باتیرالی سریمساقوف است که بعد از ادای حکم 12 سال زندان آزاد شده است و حالا از ناچاری در یک انبار زندگی میکند. اخبار دیگری تاجیکستان با عکس و گزارش و ویدیو در تارنامه رادیو آزادی، همچنین در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم در ضمیمه ویژه رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.